ما دوران طفولیت عشق علاقه و سینما نداشت. بسیار شکنجه شدم. یک چیزایی داشتم پیش خود که میگفتم اگر من بتونم قصه ها را زیاد خبر شوم، بتونم با استفاده از این قصه ها یک مشکل یک کس دیگه را حل کنم. فکر کنم که حیا نکدی. هیچ بده کده نمیتونی. و این دلیل اصلی عزیز که سینمای افغانستان انکشاف نکرد و نمیکنم. قسمی که در اروپا کس کار سیاه را پرسان نمیکنن، کارهای داودم کس پرسان نمیکنه. صرف همین جامعه با سینمای افغانستان سازگاری نداشت. شوی تستم شوی شوی مستی مالکم نیستی. و او وقت بود من با خانمی آشنا شدم به اسم بهیجه که ما قصه های از او بسیار زیاد دردآور بود و بسیار زیاد مشکل برانگیز شده بود بر خودش. دکتر صاحب، در محکمه برای صورت دعوا ضرورت است و این کار از توان تو بیرون است. در فیلم بهیجه یک صحنه است که مریم شریفی دور میته روی خدا و شوهر خدا به سیلی میزنه. این ما از کجا گرفتیم؟ چرا ما این ساختیم؟ باز یک سایل دیگه طرف ما میتونی باز میریم. مژگان هنریار چون پرودیوسر فیلم است او خواهش کرد نه بیا یک فیلم بلند باشه.